سلام، وقت شما بخیر. رسول دلیری هستم از مدرسه کسب و کار دیجیتال. در این دوره آموزشی با هم در مورد طراحی وبسایت صحبت خواهیم کرد. اول اینکه چرا اصلا وبسایت طراحی بکنیم و چرا ضروری هستش. این روزا با توجه به اینکه شبکه‌های اجتماعی خب خیلی قدرت زیادی پیدا کردن و پلتفرم هایی که میشه از طریق اونها ویدیو منتشر کرد، یه مقداری شاید احساس بکنیم که خصوصا برای کسب و کارهای کوچیک داشتن وبسایت دیگه ضرورتی نداره. اما واقعیتش اینه که با توجه به تغییرات مدامی که توی فضای وب در حال انجام هست و دائما پلتفرم‌های مختلفی میاد، توصیه ما بر اینه که هسته اصلی در واقع برند دیجیتال شما حتما همون وبسایتتون باشه، چون یه آدرس معرفی میکنید، داخل اون آدرس تمام شبکه‌های اجتماعیتون رو میتونید قرار بدید. اینجا یه چند تا آمارم داریم دیگه. 75% باعث افزایش فروش میشه، 85% رو جستجوی آنلاین شما تاثیرگذار هست و تا 60% میتونه کاهش هزینه بده نسبت به روش‌های سنتی که توی کسب و کار وجود داره. پس با این فرضیات که وبسایت همچنان تنه اصلی در واقع درختی هستش که شما توی فضای دیجیتال ایجاد میکنید و شروع میکنه به میوه دادن، با این فرضیه میریم به سمت این که ببینیم مثلا باید چه بکنیم. روش‌های مختلفی برای طراحی وبسایت وجود داره. یکی اینکه بیایم کلا از صفر شروع بکنیم به برنامه‌نویسی کردن. خب باید بریم یه دانشهایی رو یاد بگیریم، مثل جاوا اسکریپت، HTML، CSS و برنامه‌نویسی هایی که مربوط به بک‌اند وبسایت هستش. خیلی خوبه، انعطاف پذیری بالایی داره، میتونیم بهینه‌سازی رو کاملا سفارشی انجام بدیم. اما مهمترین چالشی که هست نیاز به تخصص فنی داره و همین هزینه کار رو خیلی بالا میبره و نگه داشتن و توسعه، به هر حال داشتن یک روش اختصاصی با توجه به چالش هایی که داره برای هر کسب و کاری توصیه نمیشه و معمولا ما میگیم کسب و کارهای متوسط رو به بالا که نیاز دارن در واقع یک کار سفارشی روی وبسایتشون انجام بدن بیان سمت طراحی اختصاصی. در غیر این صورت واقعا داشتن یک روش 0 تا 100، اونم با کلی از تیم های مختلف با سرکله زدن، به نظر من کاری نیستش که یک کسب و کار کوچیک بتونه با این به موفقیت برسه. روش جایگزینش سیستم های مدیریت محتوا هست یا اصطلاحاً CMS. CMS های مثل وردپرس، جوملا یا دروپال به شما کمک میکنن که خیلی راحت بتونید با نصب اینها صفحات سایت خودتون رو بیارید بالا. افزونه های مختلفی دارن که از طریق این افزونه ها میشه و در واقع امکانات مختلف رو به سایتتون اضافه کنید. مثلا اگر یک سایت نرمال با وردپرس بیاریم بالا، به کمک افزونه ووکامرس خیلی راحت میتونید بیاین و اون سایت رو تبدیل به فروشگاه بکنید. یه سری سایت سازای آنلاین هم داریم که از طریق اینها هم میشه سایت رو آورد بالا و درگیر حتی کارهای نصب CMS و اینطور موضوعات هم نشد. پس امروز طراحی سایت واقعا خیلی ساده شده، فقط باید تصمیم بگیریم و واردش بشیم و کار استارت کنیم. از کجا شروع کنم؟ اول از همه این که هدف رو مشخص بکنید که اصلا چی هستش و مخاطبتون ببینید که قراره که چه محتوایی بگیره. بعدش برید سمت این که یه نام دامنه خیلی مناسبی رو انتخاب بکنید. حالا توی وبسایت مدرسه کسب و کار دیجیتال ما یک قسمت هم یه دوره هم داریم برای اینکه اصلا چجوری ثبت دامنه انجام بدیم و چجوری کارهای مربوط به انتخاب دامنه و 0 تا 100 رو اونجا آموزش دادیم. یه هاست باید برای وبسایتمون اجاره بکنیم. باز یه دوره دیگه داریم توی مدرسه که میتونید اونجا آموزش 0 تا 100 اجاره فضای میزبانی رو ببینید. بعد باید بیایم سمت این که ساختار سایتمون رو طراحی بکنیم که خب طبیعتا اول میتونیم روی کاغذ حتی این کار انجام بدیم که خیلی کار راحت‌تر بشه. حتی اگه میخوایم به طرف مقابلمون این رو منتقل بکنیم، اون طراح یا برنامه‌نویسی که هست، کار خیلی برای اونم راحت تر میشه. و حتما
قبل از شروع، حالا ما اینجا نوشتیم حداقل 2 هفته دیگه، متناسب با کارتون واقعا برنامه‌ریزی رو تحقیق بکنید. اینجوری وارد در واقع پروسه طراحی شدن بدون هیچ هدفی که اصلا مشخص کرده باشیم که چه اتفاقی میخواد بیفته، یه کار خیلی گیج کننده است و هم شما رو سردرگم میکنه، هم اگر با تیم کار میکنید تیمتون رو، و نهایتا رسیدن به موفقیت خیلی در واقع مسیر پرفراز و نشیبی خواهد داشت. خب حتما میتونید از سرویس مشاورم توی این در واقع قسمت استفاده بکنید که بتونید مسیر رو راحت تر برید. خود من توی وبسایتم یه سرویس دارم، مشاوره کسب کار دیجیتال، که میتونید ازش استفاده بکنید و از دانش ما هم توی این پروسه استفاده بکنید. تکنولوژی کلیدی که باید یاد بگیریم برای کسایی که میخوان برن سمت این که در واقع طراحی سایت رو 0 تا 100 انجام بدن، HTML، CSS و جاوا اسکریپت رو باید به صورت پایه یاد بگیرن. اونایی که میخوان برن سمت CMS ها، وردپرس، دروپال یا جوملا. وردپرس امروز تعداد سایت هایی که تو دنیا باش ساخته میشن خیلی زیاد شده و به واسطه همین فکر میکنم گزینه خیلی خوب باشه که کسی میخواد CMS کار بکنه بره سمت این. تو ایران هم انواع افزونه ها و قالب ها فارسی سازی شده براش وجود داره. کسایی هم که میخوان برن سمت برنامه‌نویسی های پیشرفته، طبیعتا نیاز به یه سری فریمورک هایی داریم، مثل ریاکت، ویو و بوتسترپ و انتا فریمورک دیگه که وجود داره که میشه ازش استفاده کرد که کارهای در واقع طراحی سایت رو راحت تر بکنه. مسیر یادگیری اگه خواسته باشم بهتون بگم اینجوریه دیگه. مرحله اول یه پایه‌گذاری میخواد، یه چیزی هولوش 1 تا 3 ماه شما مبانی اولیه رو یاد بگیرید، HTML، CSS، جاوا اسکریپت و غیره. بعد بیاین مهارتاتون رو توسعه بدید که میشه آشنایی با جاوا اسکریپت، فریمورک ها و ابزارهای توسعه که وجود دارن. مرحله سوم رو بحث تخصصا کار بکنید، بعد پروژه بگیرید و شروع بکنید در واقع به یادگیری مباحث مثل بک اند و دیتابیس. و مرحله چهارم روی بحث حرفه‌ای شدن کار بکنید که برای خودتون یه پورتفولیو درست بکنید و بتونید کار فریلنسری رو انجام بدید. توی وبسایت دیجیتال bs.ir میتونید ادامه این در واقع آموزش‌ها رو تو بحث طراحی وبسایت داشته باشین. کانال تلگرام ما، آپارات و یوتیوب با آدرس دیجیتال آندرلاین بیزینس آندرلاین اسکول هم در اختیار شما هست تا بتونید یه مسیر مشخص و مدونی رو توی این در واقع روش کار طراحی سایت از 0 تا حرفه‌ای شدن رو داشته باشید. چند تا منبع معرفی بکنم. یکیش همین سایت W3 Schools هستش، یه سایت خیلی خوبیه که اجازه میده به شما HTML، CSS، جاوا اسکریپت، پایتون، SQL و سایر زبانهای برنامه‌نویسی دیگه که مرتبط هستن با فضای وب رو بتونید در واقع یاد بگیرید. افشکارم خیلی راحته. مثلا توی قسمت HTML که شما وارد بشین، اینجا گزینه Learn HTML رو که کلیک بکنید وارد همچین صفحه‌ای میشه. توی این صفحه خیلی مرتب و منظم به شما این اجازه رو میده که آموزش‌ها رو فالو بکنید. و نکته جالب که این وبسایت داره این که موقعی که داره یه آموزش به شما میده یه دکمه Try It Yourself هم گذاشته که همونجا خیلی راحت میتونید نتیجه کارتون رو ببینید. مثلا الان این یک کد پایه HTML هستش. من اینجا میخوام یک عنوان برای این بذارم، داخل تگ اصطلاحاً H1 قرار میدیم، مینویسم رسول دلیوی. بعد توی پاراگراف بعدی مینویسم مشاوره کسب و کار دیجیتال و این گزینه ران رو کلیک میکنم. خروجی کار رو ما این سمت میتونیم ببینیم. یه فضای خیلی جالبیه که دیگه همزمان شما بتونید هم در واقع کد نویسی بکنید و هم این که بدون هیچ ابزاری خروجی کارتون رو همونجا ببینید. خیلی وبسایت خوبیه، بهتون پیشنهاد میکنم که سایت W3 Schools رو به عنوان یکی از مراجع آموزشی خیلی منظم و مرتب برای کارتون، اونایی که میخوان در واقع طراحی اختصاصی برن جلو داشته باشن. افرادی هم که میخوان بیان سمت CMS ها، خود سایت wordpress.com این اجازه رو میده که باز کل در واقع آموزش ها، افزونه ها و پلاگین ها رو بهش دسترسی داشته باشین.
و بتونید از این در واقع CMS هم برای ساخت وبسایتتون استفاده کنید. منابع فارسی خیلی زیادی هم داره، کافیه وردپرس رو به فارسی توی گوگل بنویسید و کلی وبسایت میاد که میتونید ازش استفاده بکنید. توی جلسات بعدی با هم وارد جزئیات هر کدوم از این آیتما میشیم و کمک میکنیم تا بتونید طراحی وبسایت رو به صورت حرفه‌ای دنبال بکنید. ممنون از اینکه همراه ما بودید. پیروز و موفق باشید.